ما وقتی میخوایم غذا بخوریم باید غذای ما غذای دوایی باشه. ای متخصص تغذیه که میری به خانم‌های ما میگی روزی 100 گرم فقط گوشت بخور، این فرد رو تو میکشی، نابود میکنی، کبد کلیه‌اش از کار میندازی. غذا باید با دوا باشه نه دارو. دوا با دارو فرق میکنه. دارو اون چیزیست که شیمیایی میفروشن، دوا اون نیست. دوا اون چیزیست که با بدن انسان سازگاری داره و بدون اون تو زنده نمیمونی. یعنی وقتی میگن کباب کوبیده، باید برای جلوگیری از مشکلات کبدی و بالا رفتن اوره خون، اسید اوریک، برای جلوگیری از اون حتما باید کنارش دوایی به نام سماق باشه. ادویه‌جات یعنی دواجات. ادویه رو باید حتما کنار غذا شما داشته باشید. شما نمیتونید غذا رو بدون دوا یا دوا رو بدون غذا بدین. برای چی میای گوشت میدی؟ فرق رژیم لاغر کردن صحیح با غلط اینه که فردی که درست لاغر میکنه خودشو، مثلا میاد انجیر میخوره، این و تینه و زیتونی که انقدر تاکید میشه روش، به خاطر اینه که این انجیر هم خاصیت غذایی داره هم خاصیت دوایی داره. اگر یه خانمی فقط انجیر و نون طبیعی بخوره، یه مقدارم نمک و آب طبیعی بخوره، 1 ماه این کارو بکنه هیچ گونه صدمه‌ای نمیبینه. و اگر کسی دیدش با این که به قول امروزی یا مانکن شده، ولی هیچکی بهش نمیگه چقدر لاغر شدی. چرا؟ چون چشماش نمیره تو، گوشت لپش لاغر نمیشه. اونی که میبینید هیچی کم نکرده، هیچی، میگه من چیزی کم نکردم. ولی هر کی نگاهش میکنه میگه چرا انقدر خواهر لاغر شدی؟ چون صورتش از بین رفته، ضعیف شده. ضعیف شدن با لاغر شدن فرق میکنه. چاق بودن و چاق شدن با از هم گسیختگی بدن فرق میکنه. قدیم میخواستن از اینکه براش لطف بکنن میگفتن انشالله چاق بشی. الان هم میخوام برن یه گوسفند بگیرن بکشن، میگردن دنبال چاقش. چاقی بد نیست، از همگسیختگی بده. شکم داری، این هوا، اینجا گوشت اضافی داری، قبقب داری، اینا بیماریه. شما تا حالا آهوی زشت چاق دیدی؟ چاق خوشگل هم هست، اون چاقی بوی سلامت میده، نیازی هم نیست از بین ببریش. اینایی که ما داریم چاقی نیست، اینا بیماریه. چقدر آدم ها به خاطر این که بیان یه چربی شکمشون رو بردارن، ما بهش میگیم لیپوساکشن مثلا، اینو چربیاشو بردارن مردن. چقدر معرفی کنی از کسانی که به نامم میشناسید رفتن این کار رو انجام کردن، بعد کی رفته این کار رو کرده خوب شده؟ بابا جان، یکی از عوارض بیهوشی مرگه.